سلام به همگی، امیدوارم همه چی براتون عالی باشه. توی این ویدیو قرار شما رو ببرم به یکی از بهترین رستوران‌های دونر ازمیر، رستوران ودا دوستا تو منطقه برنوا. این رستوران تنها یه نوع غذا داره و اونم دونره، ولی مطمئن باشین خوشمزه ترین دونریه که تا حالا خوردم. رستوران ودا دوستا با کیفیت عالی غذاهاش خیلی معروفه. دونر اینجا از گوشت تازه و مرغوب تهیه میشه و طعم بی‌نظیری داره. هر لقمه‌ای که میخورین پر از مزه و عطر خوبه که نمیتونین فراموشش کنین. دونر یکی از غذاهای محبوب ترکیه است که با گوشت بره یا گاو درست میشه و به صورت لایه لایه روی یه سیخ بزرگ قرار میدنش و به آرامی پخته میشه. این غذای خوشمزه معمولاً با نون لواش سرو میشه و مخلفاتی مثل سالاد، سبزیجات، پیاز، فلفل و اینجور چیزا هم همراهشه. رستوران ودا دوستا توی ازمیر 2 شعبه داره. یکیش توی پاساژ ایستینی پارکه که همیشه خدا خیلی شلوغه و شعبه دومش هم توی منطقه برنواست که امروز اومدیم اینجا. این شعبه هم خیلی بزرگه و تعداد خیلی زیادی میز و صندلی داره. خب توجهتون رو جلب میکنم به این آقای اوستا دونرچی که بعد از دیدن ما شروع کرد به هنرنمایی کردن و بریدن لایه های خیلی نازکی از دونر. راستش نمیدونم تا حالا دونر امتحان کردین، البته فکر میکنم اکثر این کار کردیم چون تو ایران هم دونر وجود داره، ولی دونرهای ایران با اینجای خود متفاوته. یکی از هنرهای اینا برای درست کردن دونر اینه که بتونن دونر رو خیلی خیلی نازک ببرن و در عین حال برشته شده هم باشه این دونرها، که خب به نظر من توی وداد این موضوع کاملا رعایت شده. توی رستوران ودا دوستا کنار دونر یه سالاد کلم خوشمزه میدن و همینطور پیاز سماقدار که ترکیب فوق‌العاده‌ای با دونر داره. در کنارش هم نوشیدنی که اینجا سرو میکنن و حتما بهتون پیشنهاد میکنم اگه اومدین اینجا امتحانش کنین. دوغ خیلی خوشمزه‌ایه که اینا دارن که توی یه فنجون خیلی بزرگ سروش میکنن و باید با ملاقه بخورینش. روش هم کلی کف میریزن که طعم و تجربه خاصی رو به آدم میده. یه چیز جالبم که ازش فیلم گرفتم که شما هم ببینین و الان توی این رستورانا خیلی زیاد شده. یه رباته که شبیه میزه که توی مسیر مشخصی توی رستوران حرکت میکنه و غذا رو از یه جا به جای دیگه میبره. این تکنولوژی جدید واقعا جالب و کارآمده، مخصوصا برای اینجا، چون ما هر وقت توی رستورانای اینجا میریم اصولا میبینیم یه چیزی در حال شکستنه، ولی خب این جلوی اینجور اتفاقا رو هم میگیره. اگه شما هم طرفدار دونرین یا میخواین یکی از بهترین دونرهای ازمیر رو تجربه کنین، حتما به رستوران ودا دوستا سر بزنین و نظرتون رو هم برای ما بنویسین. اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنین و کانال ما رو سابسکرایب کنین. مرسی که همیشه همراه ما این. That was
امروز بازم اومدیم سراغ تعداد خوشمزه و دلیشس. بیا ببین چه چیز هیجان انگیزی برام آورده.